خیلی از بچه‌ها توی لایو از من میپرسن که چجوریه اینقدر ایمتو قفل و وقتی رو هد انمی میگیری دیگه لیزرش میکنی و به هیچ عنوان انمی از زیر دستت در نمیره. یه تنظیمات خیلی ساده داره، بیا زیر 10 ثانیه بهت آموزشش رو بدم. قبلش ممنون میشم برای حمایت از محتوای سالم و بدون کامنتی این ویدیو رو لایک کنی، برای رفیقاتم بفرستی اونام استفاده بکنن و مطمئنا این ویدیو و پیج منو گم میکنی. پس همین الان ذخیره‌اش کن و پیج منو فالو کن. وارد تنظیمات میشه. قسمت سنسیتیویتی فرق نمیکنه مولتی پلیر باشه یا بتل پلیر، برای جفتش جوابه. حالا مثلا ما میریم توی بتل، قسمت کاملا سنسیتیویتی یه ذره پایینتر که میاد یه دونه گزینه داره ورتیکال ترنینگ سنسیبیلیتی. این عدد پیشنهادی من 100. حالا بین 70 تا 110 میتونیم بازی کنیم. بیایم پایینتر قسمت فایرینگ هم دوباره همین عدد و این عدد بالایی بذارید. اون موقع میفهمید که چقدر ایمتون قفل‌تر میشه. پس عدد پیشنهادی من 100 بود، ولی خودتون بین 70 تا 110 20 بالا پایین کنید. توی قسمت پرکتیس راحت میتونین اون سنس رو به دست بیارین. سربازتون هم تا ابد.